الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حکم مضمضه و استنشاق در وضو چیست؟ در این مسئله علما البته به چند قول اختلاف کردن. وقتی که نظر میکنیم میبینیم که به 4 قول اختلاف کردن. قول اول این است که مضمضه و استنشاق به دهان گرفتن و به بینی گرفته بینی را افشاندن در غسل واجب است، اما در وضو مستحب است. این سخن سفیان الثوری و ابو حنیفه و اصحاب الرأی است رحمهم الله. یعنی در غسل واجب میگند، اما در وضو مستحب میگند یا سنت هم مندوب میگند. عادتا مذهب ابو حنیفه در بعضی از جایها ذکر شده است که مستحب میگند. قول دوم این است که میگند هم در غسل کردن و هم در وضو کردن این سنت هست. البته یعنی سنتی تأکید شده میگند. سنتی تأکید شده که یعنی انسان باید انجام بدهد. و این سخن مذهب امام مالک و شافعی و لیث و اوزاعی و جماعت دیگری از علمای زیاد. حتی بعضی از علما میگن که جمهور علما گفتن گویا. قول سوم این است که میگن به دهان بینی آب گرفتن مضمضه و استنشاق این هر دوش واجب است، هم در غسل و هم در وضو. و این سخن را عطا ابن رباح و ابن جریج و عبدالله بن مبارک و اسحاق بن راهویه و روایت از احمد ابن حنبل ذکر میکنند. و مذهب حنابلة هم مشهور مذهب حنابلة هم همین است. لیکن روایت از احمد ابن حنبل با یعنی دیگر آمده است از خود احمد ابن حنبل. مذهب احمد ابن حنبل یعنی واجب میگن. مذهب چهارم میگن که استنشاق کردن واجب است، هم در غسل و هم در وضو. یعنی به بینی آب گرفتن در غسل هم در وضو هم واجب است، اما مزمزه کردن به دهان آب گرفتن سنت است گفتند. و این روایت از احمد است، از احمد رحمه الله و ابو عبید و ابو ثور و طایفه از اهل حدیث هم همین گفتند و ابن منذر صاحب کتاب اوسط همین رو اختیار کردند. سبب اختیارشون البته همین است که میگن که امر به استنشاق آمده است اما به مزمزه نآمده است. از همین جهت حدیث هایی که به مزمزه در مسئله امر به مزمزه کردن آمده است ضعیف میگویند و بعد سنداش سخن میکنند و بعد از این مزمزه را سنت اما استنشاق واجب به در اساس همون امر میکند. لیکن قدام قول راجح است، چلیک معروف است یعنی در مسائل فقه هم حق یک تو است، بجز در حالتایی که سنت خودش اثبات کرده باشه. در چند حالت رو کسایی که واجب میگویند البته دلیل ها از صحیح بخاری، صحیح مسلم و غیره روایت میارند. روایتشون معروف است و از ببینید من توضأ فلیستنثر اذا توضأ احدكم فلیجعل فی انفه ماء لیستنثر. این روایت ها در صحیح بخاری و در صحیح مسلم آمده است. هر کسی که وضو میگیرد باید به بینیش آب گیرد، باید بینیش رو افشاند. فلیستنشق اذا توضأ احدكم فلیستنشق. امام مسلم لفظ روایت میکنند استنشاق کند یعنی بینیش افشاند. حتی مبالغه کنید میگن در حدیث متفق علیه که یعنی به بینیتون سخت آب کشته سخت افشانید. اما در مسئله مضمضه در صحیح بخاری و مسلم در مسئله مضمضه حدیث نیست میگند. همه روایت هایی که میارند در مسئله واجب بودن استنشاق و مضمضه فقط استنشاق ذکر شده است. مضمضه به حدیث میارند از ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه و غیره در سنن روایت شده است. پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که اذا توضأ فمضمض یعنی مضمضه کن. لیکن البته علما بعضشون صحیح بعضشون ضعیف، والله اعلم حدیث صحیح است. اما بگم این دلیل های کسایی است که واجب میگویند مزمزه و استنشاق را. کسایی که میگویند که مزمزه و استنشاق کردن این واجب نیست، این سنت مؤکده است، یعنی کردنش ضرور است، سنت است، مؤکده تاکید شده است. تاکیدش از خود فعل پیامبر صلی الله علیه و آله است که ترک نکردند و تاکیدش از این است که پیامبر امر کردند. اما این واجب نیست، این سنتی مؤکده است. چرا؟ گفتند که فرضهای طهارت رو، فرضهای بگویم وضو رو خودی الله سبحانه و تعالی ذکر کرد. فاغسلوا وجوهکم
ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یعنی فرض‌هایی که در طهارت بود که باید انجام بدهید، اینا الله سبحانه و تعالی در قرآن ذکر کرد. هر کسی که در قرآن ذکر شده را یعنی انجام بدهد، اگر به دهان بینیش آب نگیرد هم طهارتش یعنی وضوءش وضوء صحیح است. یکم جواب دوم گفتن که این حدیث هایی که در صحیح بخاری و مسلم در مسئله استنشاق آمد، مزمزن استنشاق آمد به بینی آب گرفتن که پیامبر امر کردند، ما گفتن دیگر حدیث داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم امر نکردند در یک جایی، چخیلی که در صحیح حدیث اومده است. امام ابو داود روایت میکنند، ترمذی، نسائی، ابن ماجه و غیرشون. یعنی بارک الله فیکم بسیاری از محدثین روایت کردند. در سنن و مسند اومده است، حدیث معروف است به همه طالب علم که حدیث مسیء الصلاه گفته که حدیث است. یعنی اگه انسان میبود در مسجد نماز میخواند که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که فصلی فانک لا تصلی، نماز گشته خون، نماز نخوندی، 3 بار تکرار میشد و بعد از این مرد به پیامبر صلی الله علیه و آله همون مسیء الصلاه میپرسد که چیکار کنم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله به او تعلیم میدهند چخیل نماز گشته باید خواند، از وضو سر میکن. در روایت اومده است که حتی اول میگن که یسبغ الوضوء، یعنی تو اگر خواهی که نماز بخونی اول وضو را کامل گیر. اسباغ الوضوء یعنی وضو را کامل گیر. گفتن کاملا وضو را گیر، یعنی فرض و واجباتش به جا بیار. البته فرض و واجب هر یک چیز است، یعنی واجبات وضو به جا بیار. حتی در لفظ حدیث اومده است که کما امره الله تعالی، چخیلی که الله امر کرده که همون خیل وضو به جا بیار. و بعد از این چی گفتند؟ رویت رو بشوی، دو دستت رو تا اورنجت بشوی و به سرت مسکش و به دو کعبت یعنی به دو پایت از بالای پایت مسکش. و در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به همون انسانی که مسیء الصلاه است نگفتند که به دهانت آب گیر، به بینیت آب گیر، نگفتند. حالا اون که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته شدند که چخیلی که الله امر کرد انا همون خیل تو باید وضو گیری. اگر تو وضویت رو چخیلی که الله امر کرد نگیری، یعنی واجبات وضویت رو به جا نآوری، نمازت هم درست نمیشود گفته شدند. از همین جهت اول وضوی کامل گیر گفتند، لیکن وضوی تعلیم دادند، گفتند که رویت بشو، دستت تو اورنجت بشو و مسکش به سرت و به پایت یعنی به کعبت. در همین جا مزمزه و استنشاق پیامبر صلی الله علیه و آله ذکر نکردند. و از همین جهت علمایی که سنت مؤکده میگن، سنت میگن که اگر واجب باشد به بینی و دهان آب گرفتن، چرا پیامبر صلی الله علیه و آله به این مرد نگفتند؟ از همین جهت ما این امرهایی که پیامبر صلی الله علیه و آله کردن فعلاشونه به همین حدیث صحیح چی میکنیم؟ به سنت مؤکده میاریم. و والله اعلم چخیلی که دیده در این مسئله قول یعنی اقوال زیاد است، لیکن والله اعلم به بینی و به دهان آب گرفتن این سنتی مؤکد است، یعنی سنتی است که تاکید شده است از فعل پیامبر صلی الله علیه و آله و از سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم. و این مذهب بگویم مذهب امام مالک، امام شافعی، امام لیث و اوزاعی و جماعت از سلف همین اختیار کرده هستند. و والله اعلم من هم به همین مایلم. در حالتی که خودی بنده من یک وقتی یعنی واجب میگفتم، به بینی و به دهان آب گرفتن واجب میگفتم، لیکن بعد از اینکه این حدیث دیدیم، بعد از بحث و مناقشه و بعضی چیزا این حدیثو به ما واخورد، در حقیقت به سنتی مؤکده باز میگردد، برای اون که دیگر علاجی نیست. اگر واجب گوییم پیامبر صلی الله علیه و آله چرا نگفتند؟ مزمزه و استنشاق چرا نگفتند؟ اگر فراموش کردم گوییم البته که نادرست است. ما فقط یگانه راهی که داریم علم اصول فقه میفهموند که یعنی وقتی که پیامبر همچون واجب ذکر نکردند، او امرهایی که شد دلالت به سنت مؤکده میکنه. میگیم بارک الله فیکم.